به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه زن 50 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 28 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 12:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی در بازار کاروان شهر دوشنبه یک عدد جزدان را که در داخلش $1000 امریکایی، 6700 سامانی و جواهرات گوناگون طلا بود دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 27500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 28 ساله ساکن نویه فرخار با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 35 ساله ساکن نویه شهرنو مراجعت نموده است که ماه یول سال 2022 در کوچه میرزا ترسونزاده شهر دوشنبه مرد 28 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف با روی فریب به باوریش در آمده از او 2 عدد автомاشین تمغه های نیسان و تایوتا کمری را به مبلغ 249,000 سامانی نقد گذاری کرده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما نام برده تا حال وعدهش را اجرا نکرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.